سلام بچه های عزیز. امروز میخواهیم با هم وسایل نقلیه را یاد بگیریم. آماده هستید؟ پس شروع کنیم. ماشین، کار. این یک ماشین است. ماشین روی جاده حرکت می کند و صدایش است. همه با هم بگویید ماشین، کار. دوچرخه، بایسیکل. اینجا دوچرخه است. با پا رکاب میزنیم و حرکت می کند. همه با هم بگویید دوچرخه. قطار، ترین. این یک قطار است. قطار روی ریل حرکت می کند و می گوید همه با هم بگویید قطار، ترین. هواپیما، ایرپلین. هواپیما در آسمان پرواز می کند. صدایش است. همه با هم بگویید هواپیما، ایرپلین. بس، باس. این یک بس بزرگ است. بس خیلی از آدمها را با هم میبرد. همه با هم بگویید بس. کشتی، شیپ. کشتی روی آب حرکت می کند. روی دریا آرام می رود. همه با هم بگویید کشتی. موتورسایکل، موتورسایکل. این یک موتورسایکل است. با صدای حرکت می کند. همه با هم بگویید موتورسایکل. تاکسی، تاکسی. این یک تاکسی است. تاکسی آدمها را از یک جا به جای دیگر میبرد. با صدای همه با هم بگویید تاکسی. آمبولانس، آمبولانس. این آمبولانس است. وقتی مریض باشد با صدای کمک می کند. همه با هم بگویید آمبولانس. آفرین به شما بچه های زرنگ. امروز یاد گرفتیم ماشین، دوچرخه، قطار، هواپیما، بس، کشتی، موتورسایکل، تاکسی و آمبولانس. برای آموزش های بعدی کانال آموختن با لبخند را لایک و سابسکرایب کنید. تا آموزش بعدی، خدا حافظ. گودبای.